بار بعد از 50 سال گناه یک بار بگوی الله، در جواب 70 بار میشنوی لبیک عبدی، بندم در خدمتم، بندم چی میخواهی؟ بندم من با تمام این کائنات در خدمت تو هستم. یک بار ولی نکرد. ساعت 1 بجه اذان مؤذن گفته می شود الله اکبر الله اکبر، خدا بزرگ است، خدا بزرگ است. اول آواز اذان خدا بزرگ است، خدا بزرگ است. وقتی که اذان داده میشه در همین لحظه مشتری داخل دکانت میشه. ساعتم 5 دقیقه یا 10 دقیقه فقط به اندازه وضوی تو باقی مانده. مشتری داخل دکان می شود، می خواهد جنس زیاد از تو خریداری کند، می خواهد پول زیاد به تو بپردازد. اما یادت نرود این عنوان و این موضوع، اگر کسی چیز را برای خدا ترک کرد الله بهتر از او را نصیبش می گرداند. در همون لحظه عزم و اراده خود را جوان من، عزم اراده خود را پدر بزرگوار من، عزم اراده متین خود را بگیر و از دکان بیرون شو. به مشتری بگو که خدایم مرا صدا زده، خدایم مرا فراخوانده، خدایم میخواهد که با اون یک چند دقیقه ملاقات داشته باشم، الله میخواهد چند دقیقه با او ملاقات بکنم، الله میخواهد چند دقیقه پیش از او سجده بکنم. الله وقت حق او آمده، حق بشر بسته شد دروازه هایش، من باید حق او را اجابت کنم. زندگی با کی زیباست؟ با الله. شاعر چه زیبا میگه، گر تو را میل هوای زندگیست، گر تو را میل هوای زندگیست، بندگی کن زندگی در بندگیست. یوسف بندگی کرد چون میدانست در زندگی که بندگی باشد اون زندگی لذت دارد، میدانست که در زندگی که بندگی باشد اون زندگی لذت دارد، هیچ درد ندارد. عزیز من، او پولی که خدا از کنار تو رفته، او ثروتی که خدا در او ثروت تو نیست، او قصر و ساختمانی که خدا در خانه های او ساختمان نیست، او قصری که محمد امین صلی الله علیه و سلم در او قصر تو نیست، او قصر زندان است، او قصر قبرستان است، او قصر بدبختی است، این زندگی مردگی است. شاعر چه میگه؟ گر تو را میل هوای زندگیست، بندگی کن زندگی در بندگیست، بندگی کن زندگی در بندگیست. الله اکبر. بندگی کن که زندگی در بندگیست. جوان، وقتی به تو تماس می آید از یک خواهر، وقتی به تو تماس می آید از یک خواهر، وقتی داخل گوشیت مسیج می آید، پیام می آید، یاد بکن که اگر به خاطر خدا ترکش کردی خدا بهتر از این را نصیبت می گرداند. فرار کن از چشم چرانی، فرار کن از گناه، فرار کن از معصیت. وقتی یوسف فرار می کند عزیز مصر می شود یک طرف، تاریخ نوشته می کند، گرچه محدثین اختلاف دارند ولی تاریخ نویسان نوشته می کنند که همین زلیخا را الله به یوسف داد، عزیز مصرش کرد. در قرآن بهترین قصه را قصه داستان یوسف معرفی می کند و تا قیام قیامت است یوسف است، روز قیامت یوسف است، در جنت یوسف است، در جوار خدا یوسف است. یوسف بهترین الگو و پارادایم برای جوانان امت اسلامی تا قیام قیامت شده است. عزیز من، بیاییم اگر چیزی را برای خدا ترک کردی، رشوت می آید در دفترت، رشوت می آید در کارت، ولی میدانی که رشوت را خدا دوست ندارد. رشوت کسی که می خورد در غضب خدا گرفتار می شود.
گرچه الله تو را نمیبینه، گرچه کسی دیگر تو را نمیبینه، گرچه رسول الله تو را نمیبینه، ولی کی میبینه تو را؟ الله. الله میبیند. گرچه رفیق تو را نمیبینه، کسی دیگر نمیبینه، ولی الله میبینه تو را. رسول الله نمیبینه، الله تو را میبینه. اگر این رشوت را به خاطر خدا ترک کردی، الله بهتر از این را نصیبت میگرداند. اگر در جایی که قرار است باید ظلم بکنی، به یاد بیاوری که این ظلم را برای الله ترک میکنم، الله بهتر اون را نصیبت میگرداند. اگر فقیری، پول را در جایی یافتی که کسی ندیدید ولی الله میبینه، کسی تو را ندیده، پول برداشتی، میبینی که پول زیاد است ولی تو هم نان خوردن نداری، نان خوردن در خانه نداری. این پول را امانت نگه بدار که صاحب دارد. امانت نگه بدار، اعلان بکن در هر کوچه و در هر گذر، اعلان بکن که من پول پیدا کردم، این را برای خدا ترک بکن، الله بهتر از این را نصیبت میگرداند. این داستان را گوش کن، خیلی جالب است، خیلی جالب است. حضرت امام ابن جریر طبری رحمت الله علیه خودش قصه میکند این روایات و داستان را. میگوید در مطاف بودم، در طواف کعبه بودم که ناگهان یک مرد از جای خود بلند شد، صدا زد: ای مسلمان ها، ای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای بندگان خدا، من کیسه پولی که داشتم 1000 دینار طلا داخل کیسه من بود، من اون را گم کردم. خوب دقت کنید، گفت من کیسه گم کردم که 1000 دینار طلا داخل اون کیسه بود، اون از پیش من افتاده است، هر کس پیدا کرده به خاطر خدا برگرداند. صدا میزد: ای حاجی صاحبا، شما به خاطر زیارت بیت الله آمدین، به خاطری که الله را راضی بکنین آمدین، به خاطر این آمدین که پروردگار حج شما را قبول بکند. من کیسه طلایی را گم کردم، هر مسلمان برداشته برش بگرداند. هر کی چیزی را برای خدا ترک میکند، الله بهتر اون را نصیبش میگرداند. میگه اصرار کرد، زیاد بلند کرد، دیدم که یک پیرمرد از جای خود بلند شد، رو کرد به همین مرد خراسانی. این کسی که کیسه پولش گم شده بود از خراسان بود، از این دیار ما و شما، خراسانی بود. صدا زد که ای برادر خراسانی، ما در سرزمین زندگی میکنیم که در این سرزمین بلاد ما در یک حاجت شدید است، مردم در فقر و بیچارگی زندگی میکنن، کسب و کار نیست. چی میشود از همون پولی که گم کردی اگر پیدا شود 1/10 حصه از او را به یک مرد فقیری که او را برداشته، یا یک پیرمرد فقیر ناتوان شاید برداشته باشد، 100 تا درهم او را به همون مرد فقیر بده، 900 درهم دیگر را به تو برگرداند. مرد خراسانی رو میکند به این پیرمرد، میگه به خدا قسم 1 درهمش را نمیدهم، 1 درهمش را نمیدهم، و هر کسی که پول مرا گرفته من در روز قیامت گریبانش را میگیرم، به پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی میکشانم. پیرمرد سکوت کرد و چیزی نگفته، حرکت کرد. امام ابن جریر طبری میگه من از پشت این پیرمرد حرکت کردم، فهمیدم که گپ وجود دارد، اینجا نکته هست، رمز هست. حرکت کردم، همین که رسیدم من آهسته آهسته از پشت این پیرمرد میایم تا پیرمرد آمد وارد یکی از حویلی ها شد. داخل حویلی که شد صدا زد: یا لبابه. زنش صدا میزنه: یا لبابه، ای لبابه، ای همسر من. میگه از داخل خانه با آواز بلند صدا برآمد، من پشت دیوارم، از اونجا صدا برآمد که یا ابل غیاس لبیک، ای پدر غیاس در خدمت هستم، من حاضر شدم. میگه این پیرمرد به زنش میگه: یا لبابه، صاحب پول پیدا شد، صاحب او پول پیدا شده. لبابه زن این پیرمرد به پیرمرد رو میکند، میگه: یا ابل غیاس، ای پدر غیاس، 50 سال است که ما در فقر و بیچارگی زندگی میکنیم، تو 4 تا دختر داری، 2 تا خواهر داری، من هستم، مادرت هستم، تو هم مرد 9 هستی، 9 نفر در خانواده زندگی میکنیم، فقر و بیچارگی 50 سال است که ما را اذیت میکنه، ما یک غذای خوب در 50 سال نخوردیم. تو یک کار بکن، امی پول بگیر به مردش به صاحبش بر نگردان، برو همین را تجارت بکن،
باز که فایده کردی آدرس اون مرد پیدا میکنی، باز دوباره پولش بر بگردان. خیلی پول زیاد است، یک چند وقت در رفاه و آسایش زندگی بکنیم. این پیرمرد چی میگه؟ پیرمرد، خداوند کل پیرمردان ما را مثل این پیرمرد از خود بترساند. این پیرمرد صدا میزند به زنش، یا لبابا انی اخاف الله، من از خدا میترسم، من از خدا میترسم. این عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من از خدا میترسم اگر نافرمانی او را بکنم در روز قیامت مرا عذاب کند. من 86 سال است که حرام نخوردم، 86 سال از فقر و بیچارگی تحمل کردم، 86 سال از فقیری تحمل کردم، به امید این که در روز قیامت من در جوار محبوب خود رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بگیرم. چگونه من میتوانم این مال حرام را بخورم؟ صاحبش پیدا شده، پول را برگردان. من از خدا میترسم، نمیخواهم حرام بخورم، نمیخواهم به دخترم حرام بخورانم، نمیخواهم به خواهرم حرام بخورانم، نمیخواهم به مادرم حرام بخورانم، نمیخواهم به همسرم حرام بخورانم. ای کسانی که امروز به راحتی سود میخورین، شاید آواز مرا بشنوند، به راحتی سود میخورین، به راحتی رشوت میستانین، به راحتی مال مسلمان گرفتین، به راحتی میراث خواهر را غصب کردین، به راحتی میراث همسر غصب کردین، به راحتی مال مسلمان را دور از چشمش برداشتین. بدانین که یک روز به پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی قرار میگیرین. اونهایی که در دنیا هوا و خواهشات و نفسانی خود را گوش کردن و پروردگار خود را فراموش کردن، الله هم در دنیا اونها را نابود میکنه و بدبخت میکنه، هم در روز قیامت. فردای همان روز این موی سفید میآید در طواف کعبه، باز همین مرد خراسانی از جای خود بلند میشه، صدا میزنه که ای بندگان خدا، ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، ای حاجی صاحبانی که به خاطر حج بیت الله آمدین، هر کی پول مرا گرفته برگرداند 1000 دینار به اندازه 50,000 دلار امروزی میشه، یا شاید بیشتر، 50,000 دلار امروزی برگردانین او را. باز این پیرمرد از جای خود بلند میشه، صدا میزنه ای خراسانی، چی میشود که از همون پولی که گم کردی 10 دینارش به یک مرد فقیری که پیدا کرده بیتی که نانی برای خوردن داشته باشه؟ باز صدا میزند این مرد خراسانی به خدا قسم 1 درهم نمیدهم و روز قیامت گریبانش را میگیرم به پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی پیشش میکنم. حضرت امام ابن جریر میگوید من تماشا میکنم، من میبینم. بعد این پیرمرد صدا میزند میگوید ای مرد خراسانی 1 دینارش را بده، 1 دینارش را بده، 999 دینار دیگر به تو داده می شود. 1 دینارش را به خاطر خدا بده که اون فقیری که این پول را پیدا کرده 1 بوزه بخرد که تا از شیرش استفاده بکند. مرد خراسانی صدا می زند به خدا قسم نیم دینارش را نمیدهم و روز قیامت گریبانش را میگیرم به پیشگاه خدا پیش میکنم. پیرمرد صدا میزند که بیا پیسه تو به نزد من است، این پولت بردار، این پولت بردار. میگه پول من کجاست؟ میگه حرکت کن همراه من. حرکت میکند، میآید تا در خانه، داخل خانه میشود. امام ابن جریر طبری میگوید من هم دنبالش کردم، آمدم داخل خانه. میگه رفت در گوشه همون خانه را کن، 1000 دینار را از اونجا کشید به دست این مسافر خراسانی داد، گفت این پولت. وقتی که این پول را گرفت برگشت خراسانی، رفت به طرف دروازه، نزدیک دروازه حویلی رسیده بود که رو کرد و دور خورد، صدا زد ای پیرمرد، کسی که چیزی را برای خدا ترک می کند الله بهترش را نصیبش می گرداند. عزیز من، شیطان وعده می دهد تو را به فقر، شیطان وعده می دهد تو را و گناه ها را زینت می دهد و زیبا جلوه می دهد که تو را از خدا دور بکند. اما بدانی که الله جل مجدو مزدت را به تو می دهد. اگر کار برایش کردی خدا فراموش نمی کند. اگر امروز در دنیا کسی به من و تو احسان بکند، همین 1 ساعت کسی به من 1 ساعت روان بکند که جناب مولوی صاحب 1 ساعت برای تو تحفه است،
من از تو پرسان میکنم احسان همین مرد من فراموش میکنم؟ فراموش میکنم؟ نه، هر وقت یاد میکنم که این ساعت را فلانی روان کرده، این ساعت را فلانی روان کرده. هر جا که او را دیدم مهمان میکنم، بار بار مهمانش میکنم، بار بار به او احترام میگذارم که به من چی داده؟ یک تحفه داده. یک بار نظر بیانداز به زندگیت که این زندگی را به تو کی داده؟ بلند. اولاد را به تو کی داده؟ زن را به تو کی داده؟ پدر به تو کی داد؟ مادر به تو کی داد؟ عزت به تو کی داد؟ جوانی به تو کی داد؟ این زیبایی به تو کی داد؟ پس چرا او را یاد نمی کنیم؟ بار بار یک ساعت کسی تحفه بکند بدهد یادش میکنیم، بار بار در مجلس از او یاد میکنیم، ولی اللهی که این همه به من تو داده است میگیم ما را فراموش کرده، ما از یاد خدا رفتیم، خدا ما را فراموش کرده. نه خیر، خدا فراموش نکرده، ما فراموش کردیم. او بی وفا نیست، ما بی وفا هستیم. او از بنده دلگیر نیست، ما از خدا دلگیر شدیم. او در خانه ما را گم نکرده، ما گم کردیم. ما از او نخواستیم. حضرت اشتری میگه یا رب مکن از لطف پریشان ما را، یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم عصیان ما را، ذات تو غنی بود و ما محتاجیم، ذات تو غنی بود و ما محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را. چرا ما محتاج شدیم به در غیر؟ چون در او را رها کردیم. او هیچ وقت ما را فراموش نمی کنه، ما او را فراموش کرد. یک بار بعد از 50 سال گناه یک بار بگوی الله، در جواب 70 بار میشنوی لبیک عبدی، بنده هم در خدمتم، بنده هم چی میخواهی؟ بنده هم من با تمام این کائنات در خدمت تو هستم. یک بار ولی نکرد. تو وقتی در گناه گرفتار میشی، در معصیت گرفتار میشی، همون لحظه یک بار استغفر الله، معاذ الله، الله دستت را میگیره، الله دستت را میگیره. وقتی مریض شدی، پسرت مریض شد، همسرت مریض شد، فقیر شدی، به مصیبت گرفتار شدی، کسی در اسارت و قید بنده قرار داره، در زندان زندانی است، اونجا توبه نصوح از صمیم قلب بکن، الله دروازه های زندان را برویت باز میکنه. همان قسمی که درهای زلیخا بر روی یوسف باز شد، درهای بسته، الله درهای زندان دنیا را بر روی تو باز میکند، به شرطی که تو به پروردگارت صلح کنی، به شرطی که به پروردگارت آشتی کنی. او مرد خراسانی تا دهن دروازه میرود، از همونجا دور میزند، برای پیرمرد صدا میزند ای پیرمرد، پدر من از دنیا رفت، 3000 دینار به میراث گذاشته، به من گفت که 1000 دینار را در راه خدا صدقه بکن. من این 1000 دینار را در وقت طواف بیت الله گم کردم و این 1000 دینار برای فقرا بود. ای پیرمرد، بهترین بنده خدا تو را پیدا کردم، بهترین امت رسول الله تو را پیدا کردم، فدای ریش سفید تو شوم، فدای این تقوای تو شوم، فدای این خدا ترسی تو شوم، فدای خانواده فقیر تو شوم. این 1000 دینار مال تو است، این 1000 دینار مال تو است، برش دار. میگه در همین لحظه این پیرمرد شروع کرد به گریه، رو به طرف آسمان نگاه میکرد که خدایا برای تو ترکش کردم، همه را برگشتاندی، برای تو ترک کردم، همه را برگشتاندی. پس اگر برای او ترک کردیم برش میگرداند. نگران نباش، دلخور نباش، ناامید نشو، یأس دامنت را نگیره، الله برش میگرداند. اگر فرزندت را از دست دادی، جان داد مرد،
نگران نشو، به خدای چنگ بزن، خدا از او زیبا را نصیبت میگردانه، از او با فرمان بردارتر نصیب میگردانه. اگر مالت از دست رفت بگو انا لله و انا الیه راجعون، الله برش برت میگردانه. پس اگر دیدی که معشوقه داشتی تو را به سوی گناه دعوت میکرد، به خاطر خدا ترکش کن، زیبا از اون را برای تو بر میگرداند.